گروه حاضر شدن ساکنان به участкаҳои انتخاباتی شهر حصار جهت آواز دادن به نامزدهای ارزنده انتخاب نمودهشان شهادت آن است که آنها به این معرکه مهم سیاسی نظر خاص دارند و با درک بلند شهروندی در جریان انتخابات اشتراک میکنند. در برابر انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، انتخابات مجلس محلی وکیلان خلق و جماعت‌های شهرک و دهات نیز برگزار گردیده ایستاده است. برای در سطح ضروری به راه ماندن روند آوازدهی شهروندان در همه участкаҳои انتخاباتی حدود شهر حصار علامت‌های راهنمایی کننده به بینای آوازدهی نصب گردیده با موادهای کانسلری، ترغیباتی و تشویقاتی، قطی‌های شفاف برای جمع‌آوری بیولتن‌ها تامین بوده، حجره مادر و کودک، اتاق‌های علاهیده طبی با موادهای ضروری و خانه‌های مشورتی اعضایان کمیسیه انتخاباتی حالا مورد استفاده قرار دارند. در تمام участкаҳои انتخاباتی حدودی شهر حصار انتخابات وکیلان مجلسی وکیلان خلقی با یک تاثیرات بلند با یک روحیه ادانه جریان گرفته ایستاده است. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در تمام участкаҳои انتخاباتی شرایط برای آوازدهی شهروندان آماده گردیده است. انتخاب کنندگان در دوام روز می توانند در فضای آرام و آسودگی و شفاف و دموکراتی و نامزد ارزنده خود آواز خود را دهند. انتخابات یکی از رکن‌های اساسی دموکراتیا و واسطه مهمی تشکل حاکمیت مردمی در تاجیکستان صاحب استقلال به حساب می رود. در دولت دموکراتی و حقوق بنیاد انتخابات واسطه افاده اراده مردم، تامین شفافیت و قانونیت در اداره‌کنی دولت می باشد. مورد به ذکر است که جریان برگزاری انتخابات در شهر حصار از جانب مشاهدان ملی و بین المللی، نمایندگان حزب‌های سیاسی و دیگر شخصان مسئول نظارت کرده می شود. برای معلومات رسانیدن و کمیسیون مرکزی انتخابات و رهبریت نمایندگان حوزه انتخاباتی با واسطه تلفن‌های موبیلی معلومات را در هر 2 ساعت جمع‌آوری نموده پیشنهاد نمودند. این زمان که در معلوماتی که به ساعت 2 گرفته شد در حدود شهر حصار شماره انتخاب کنندگان 98623 نفر که 64.3% را تشکیل می دهد و участкаҳои انتخاباتی آمده رأی خود را معین نمودند. همچنین در همین برابر نمایندگان جمهوری‌های گوناگون اینچنین از تشکیلات‌های بین المللی آمده رفت انتخابات را در شهر حصار نظارت نمودند که این مشاهدان بین المللی از سازمان همکاری شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقل، جمهوری ازبکستان، جمهوری گرجستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری بلاروسیا و از روسیه می باشند. همه آنها رفت انتخابات را در участкаҳои انتخاباتی و در فعالیت کاری حوزه انتخابات را شناس شده قناعتمند از اینجا گسیل کرده شدند. ساکنان شهر حصار با افتخار از فضای تنظیم و آسایشتگی در مملکت با یک روحیه بلند، احساس دوراندیشی و خودشناسی ملی و شکرگزاری از دولت صاحب استقلال و آزاد در تطبیق حقوق‌های شهروندی خود سهم مناسب می‌گذارند. انتخابات در تاجیکستان یکی از مهمترین وسیله‌های تحکیم دموکراتیا و دولتداری حقوق بنیاد میباشد. با تامین آزادی انتخابات، رعایت قانون و اشتراک فعال مردم، کشور ما نظام اداره‌کنی شفاف و ثمرناک را رشد داده ایستاده است. قابل تذکر است که کنستیتوسیای تاجیکستان انتخابات را همچون رکن مهمی تشکل حاکمیت دولتی مقرر نموده است. این روند با تامین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان زمینه مساعد فراهم آورده است.